عددهای x1 و x2 ریشه‌های معادله میباشد. اکنون قیمت ifade همین چی رو باید یابیم. برای مثال کار کردن البته که ما باید به خاطر بیاریم از روی معادله کوادراتی ما x1 جمع x رو چه یافت میتوانیم. شما میتونید هر دو ریشه رو البته یافتن این آسان‌تر است بفکرین بعد جوش مونده کار کردن. لیکن در بسیاری سوال‌ها از شما میگن که این رو استفاده برین. بعضی سوال‌ها این آسان‌تر است در بعضیش ممکن نباشد. مثلا x1 جمع x با چی برابر است؟ مینوس b تقسیم a است. از روی همین داده شده a ما چی است؟ 2 b ما 3 c ما مینوس 1 است. از اینجا b 3 مینوس 3 تقسیم 2 برابر است. بعد با ما میدونیم چیه؟ x1 ضرب x2 این به چی برابر؟ 3 تقسیم a. در اینجا c ما مینوس 1 است. مینوس 1 تقسیم 2 است. و از روی همین فرمولا نگاه کنیم ما همین ifade رو چه نوشته میتونیم. از روی اگر قاعده ما دونیم x1 کوادرات جمع x2 کوادرات ما این رو که نوشته میتونیم x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 ضرب x2 همین که نوشته میتونیم. اکنون در جاش مونده کار کرده میتونیم اینها رو ما یا x1 جمع x2 به چی برابر است؟ مینوس تقسیم 2 در کوادرات مینوس 2 ضرب ریشه ها به مینوس 1 تقسیم 2 برابر است. اکنون در این ریشه به چی برابر میشد؟ 9 تقسیم 4 جمع 1 این به چی برابر میشد؟ 13 تقسیم 4. اکنون ما همه اینها رو به 16 هم باید ضرب کنیم، یعنی نتیجه آخری ما 16 ضرب 13 تقسیم 4 و این به چی برابر میشد؟ 4 52 و نتیجه ما 52 است. ریشه ها رو ما یافته میتونستیم بیایم ریشه ها رو یابیم. البته اگر ما این رو با قوس ها جدا کنیم یا با معادله کوادراتی کار کنیم با فکرم آسان تر است. این رو اگر با قوس ها جدا کنیم 2x با قوس ها جدا کرده میتونیم یا نه با فکرم نمیشه مینوس با کدر مینوس 4 است نه نمیشد. ریشه ها رو یافته نمیتونیم این مشکل میشود. برای همین با همین فرمول یافتن آسان تر است. ما خطا دادم پلوس 1 فکر کردم پلوس 1 میشد بعد میشد مینوس 1 است نمیشد. حتی دیسکریمینانت رو تفتیش کنیم یا کنیم با کوادرات مینوس 4 ac این با چی برابر است؟ 9 مینوس 4 ضرب 2 ضرب مینوس 1 8 17 میشه. ریشه 17 این با ریشه ها کار میکنیم. برای همین به دیسکریمینانت به یافتن ریشه ها وقتی ریشه ها یافته میتونن لیکن مشکل تر میشه. چه که درونش ریشه دار و ifade ریشه دار پیدا میشود و اون کار کردن قین است. برای همین این فرمول دانستن بهتر است. 26 عددهای x1 و x2 ریشه های معادله این است. قیمت ifade اکنون باز همون چی مانند است. باز یک بار دیگر فرمول های می‌نویسیم x1 جمع x2 این با مینوس با تقسیم a برابر است x1 ضرب x2 تقسیم برابر 3 تقسیم a است. بیاین برای همین معادله داده شده این ifade رو یابیم. a ما 4 b ما 6 c ما مینوس 2 میشه مینوس 6 تقسیم 4 یا اینکه مینوس 3 تقسیم 2 ساده کنیم این باشد مینوس 2 تقسیم 4 یا اینکه مینوس 1 تقسیم 2. ifade x1 در اینجا یک بار نویسیم 24 ضرب x1 کوادرات جمع x2 کوادرات رو ما چه نوشته میتونیم 24 کلام نویسیم x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 ضرب x2 نوشته میتونیم. اکنون ما جمع و ضرب ها رو میدونیم این میشه 24 x1 جمع x2 به مینوس 3 تقسیم 2 برابر است در کوادرات مینوس 2 ضرب مینوس 1 تقسیم 2 برابر است. اگر ما اینها رو کار کنیم این میشه 24 در این قوس 9 تقسیم 4 جمع 1 که اون به 13 تقسیم 4 برابر میشد 24 ضرب 13 تقسیم 4 13 ضرب 6 72 8 میشد. اگر در ضرب ها خطا نکنم 6 78 میشود. تفتیش کنیم. 27 باز به سوال پیشین مانند است. فرمولا ها رو نویسیم x1 جمع x2 این برابر به مینوس با تقسیم a x1 ضرب x2 برابر 3 تقسیم a. برای این معادله a ما 4 b ما مینوس 8 c ما 3 است. این میشد 8 تقسیم 4 2 مینوس مینوس پلوس میشد و 3 تقسیم این به 3 تقسیم 4 برابر است. در اینجا تقسیم است. بیاین اول می خود ifade رو یابم x1 کوادرات جمع x2 کوادرات رو چه نوشته میتونیم x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 ضرب x2 و این به چی برابر است 2 کوادرات مینوس 2 ضرب 3 تقسیم 4 که این به 4 مینوس 3 تقسیم 2. اگر ما این رو جا کنیم 8
5 تقسیم 2 می شود. و اکنون ما باید چی رو کار کنیم؟ 25 تقسیم 5 تقسیم 2 ما می‌بینیم که 25 ضرب 2 تقسیم 5 که این به 10 برابر است. مثال 28 اکنون کمتر ifade مشکل‌تر مرکب‌تر گوییم. باز برای ما همون فرمولا لازم است. x1 جمع x2 به چی برابر است؟ مینوس b تقسیم a x1 ضرب x2 به c تقسیم a برابر است. برای معادله کواdraتی داده شده x1 جمع x2 به 7 برابر یعنی مینوس 7 پلوس میشه تقسیم 1 به 7 برابر است. این باشد 3 تقسیم 1 به 3 برابر است یعنی a ما 1 b ما مینوس 7 c ما 3 است. اکنون ما این ifade رو x1 کوادرات جمع x1 ضرب x2 جمع x2 کوادرات رو چه نوشتیم؟ به مثال پیشینه مانند است. بیایم فقط x2 کوادرات رو چه نوشتیم؟ x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 x2 یعنی من این ifade رو نوشتم یا بود همچون مثل سوال پیشینه. بعد ما چی داریم؟ این هم داریم جمع x1 و x2 یعنی ما در آخر همین ifade رو چه نوشتیم؟ x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 x2 جمع x1 یعنی مینوس x1 و x2 برابر است. یعنی یک گونه میخواه ایجاد کرده میتونه اگر با هم میخواه سوال بیاید و این باید چی برابر میشه؟ x1 جمع x2 با 7 برابر است. 7 کوادرات مینوس 3 یعنی 49 مینوس 3 به 46 برابر است. باز همین سوال است. این مانند ifade با جوش عوض کردن و مینوس ماندن در اینجا از سوال پیشین دیگر کرده. می نویسیم اول x1 جمع x2 به مینوس b تقسیم a برابر است. همین فرمول فقط نویسیم ضرب x2 به c تقسیم a برابر است. برای معادله داده شده ما a ما 1 b ما 3 c ما مینوس 5 و مینوس b تقسیم به مینوس 3 برابر می شود. c تقسیم به مینوس 5 برابر می شود. اکنون ما ifade ما رو دیگر خنوشتم دکر x1 کوادرات جمع x2 کوادرات مینوس x1 ضرب x2 یکم ifade رو ما چه نوشته میتونیم؟ همچنین مثال پیشینه x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 و x2 قوس رو کشویم با همین ifade رو به دست میگیریم. بعد با مینوس x1 و x2 داریم یعنی در آخر ما همینه ایخ نوشته x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 3x1 و x2 نوشته میتونیم. و اگر این رو ما کار کنیم با چی برابر میشه؟ x1 جمع x2 به مینوس 3 برابر است. مینوس کوادرات مینوس 3 ضرب ما مینوس 5 است یعنی 9 جمع 15 به 24 برابر است. مثال 3 اگه با قوس جدا کرده شده است خیلی خوب. بیاین اول 4 مینوسه هم وقت x1 جمع x2 و مینوس b تقسیم a برابر است و ضرب اونها به c تقسیم a برابر است. برای معادله داده شده a ما 1 b ما مینوس 9 c ما 3 است و این می شود 9 می شود ضربشون باشد 9 می شود. اکنون معادله داده شده ما که با قوس جدا کرده شده است x1 جمع x2 در کوادرات مینوس 2x1 ضرب x2 جمعشون رو میدونیم به چه برابر؟ 9 برابر است. 9 کوادرات مینوس 2 ضرب 9 با یعنی 81 مینوس 18 است. این به چی برابر میشه؟ 63 63 برابر است. مثال 3 سومه ریشه‌های معادله روبین هم با مدل رو چه کار میکنیم؟ من با این درس رو الویده تیار کرده بودم در کانال یافته میتونیم در مدل کواdraتی چه کار کنیم میشه در اونجا هست. بیاین خیلی کار مدل رو با خودتون میبیاریم. در اینجا دو نمونه جواب است وقتی ما مدل داریم x کوادرات مینوس 2x 8 است یا اینکه x کوادرات مینوس 2x برابر مینوس 8 است. دو نمونه جواب در مدل است و هر دوی مدل رو ما الویده کار میکنیم. دو مدل کوادراتی یکمش x کوادرات مینوس 2x مینوس 8 برابر 0 یا اینکه x کوادرات مینوس 2x جمع 8 برابر 0 است. اکنون اینها رو ما کار کنیم با یاری فرمول کوادراتی مدل کوادراتی یا اینکه با قوس جدا کرده میتونیم x مینوس 4 x جمع 2 اگر خطا نکنم و از اینجا x برابر 4 است x برابر مینوس 2 است. دو تا ریشه داریم از دویمش هم با قوس جدا کرده میتوانیم میانه بینیم
یا اینکه با قوس مینوس 4 مینوس 2 با قوس جدا کردن نمیشد. اگر دیسکریمینانتش رو بیان با دیسکریمینانت پر کنیم این چی میشد؟ b کوادرات مینوس 4ac در اینجا با ما مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 ضرب 8 این به 4 مینوس 32 این البته که مینوس 28. وقتی ما ریشو دیسکریمینانت مینوس باید ما ریشوی ریالی نداریم و برای همین این خطا است. این رو مخورده میکنیم فقط یک جا 4 و مینوس 2 تفتیش کرده میتونیم. در مدول اگر ما 4 رو مونیم 4 کوادرات مینوس 2 ضرب 4 آیا این برابر 8 میشود یا نه؟ تفتیش کنیم 16 میشه و 8 برابر است. درست. بعد مینوس 2 رو مونیم مینوس 2 در کوادرات مینوس 2 ضرب مینوس 2 4 4 این هم 8 میشه. هر دوش درست. از ما چی میپرسد؟ سومه آنها رو x1 جمع x2 این با چی برابر است؟ 4 مینوس با 2 برابر است. یک بار از روی فرمول پیشنهاد کار کرده میتونستیم سومه ریشه‌ها 32 سوم ریشه‌های مدل رو ببین با علاوه کار کنیم. باز چقدر گفتیم وقتی ما مدل داریم دو حالت است 3x مینوس 13 تقسیم x مینوس 1 برابر 2 است یا اینکه 3x مینوس 13 تقسیم x مینوس 1 برابر مینوس 2 است. یعنی دو حالت داریم ما در این مدل یا دوشته میتونن یا مینوس دوشته میتونن برای نتیجه دو گرفتن و هر دوی مدل ما علاوه کار میکنیم. این میشود 3x مینوس 13 برابر 2 ضرب x مینوس 1 یا اینکه 3x مینوس 13 برابر مینوس 2 x مینوس 1 و این مدل هر دوش رو علاوه کار کنیم. 3x مینوس 13 2x مینوس 2 بعد این چی میشد؟ x برابر اگر یک بار کار کنیم 11 میشود و دویمش هم 3x مینوس 13 برابر مینوس 2x جمع 2 اگر ما این رو کار کنیم 5x برابر 15 x برابر 3 میشود. تفتیش کنیم آیا همین ریشه ها درستن یا نه. در مورد ما باید وقت تفتیش کنیم لیکن در اینجا سوم میپرسد دو تا ریشه داریم البته که 14 میشود چون که دو تا ریشه داریم. خیلی بیایم با سنجیم یکمش رو 11 رو سنجیم چی میشود؟ 3 ضرب 11 مینوس 13 تقسیم 11 مینوس 1 آیا این برابر 2 است یا نه؟ 33 20 20 تقسیم 10 2 میشود 2 درسته. اکنون دویمش هم تفتیش کنیم 3 ضرب 3 مینوس 13 تقسیم 3 مینوس 1 در مدل آیا برابر 2 است یا نه؟ 9 مینوس 13 مینوس 4 مینوس 4 تقسیم مینوس 2 و 2 برابر است. این هم درست. اکنون از ما چی میپرسد؟ سومه هر یعنی هر دو این ها رو ما باید جمع هر دوش جمع کنیم و 4 برابر است. 33 باز به سوال پیشنهاد مانند است مدل است. ما مدل وقتی بریم چیکار میکنیم؟ دو حالت داریم 3x مینوس 16 تقسیم x مینوس 2 برابر 2 است یا اینکه 3x مینوس 16 تقسیم x مینوس 2 برابر مینوس 2 است. هر دوی مدل رو کار میکنیم 3x مینوس 16 برابر 2x مینوس 2 ضرب در اون بدر میکنیم یا اینکه 3x مینوس 16 برابر مینوس 2 ضرب x مینوس 2 قوس رو میکشیم 3x مینوس 16 برابر 2x مینوس 4 این مدل رو کار کنیم. این x برابر چند میشود؟ 12 دویمش هم 3x مینوس 16 برابر مینوس 2x جمع 4 میشود 25x برابر 4 میشود. سنجیده میتوانیم اگر من 12 رو مونم 3 ضرب 12 مینوس 16 تقسیم 12 مینوس 2 آیا برابر 2 است یا نه؟ 36 16 20 میشود 10 2 درست. دویمش رو میسنجیم 3 ضرب 4 مینوس 16 تقسیم 4 مینوس 2 آیا برابر 2 است یا نه؟ 12 مینوس 4 مینوس 2 این هم درست. از ما چی میپرسد؟ سومه ریشه ها 12 جمع 4 این چی میشود؟ 16 میشود. مثال 34 مدل رو حل کنیم. با ریشه دار بیاین از نام نویسیم. در این مدل چی میشود؟ 20020 مینوس 6x برابر 10 و ما این نمود سوال هر کوادراتش رو میگیریم و این چی میشود؟ 2020 مینوس 6x برابر 100. بعد مدل خطی میشود این میشود 1920 برابر 6x از اینجا x رو ما یافته میتونیم 320 است.
یعنی ریشه ما 320 است. مثال 35 با ریشه دار است. نیا کنیم در درون ریشه ifade x minus 3 است. بیایید آن رو a گوییم برای آسان کار کردن و این مدل ما به چی تبدیل می‌شود؟ 2a minus 1 15 تقسیم a. و از اینجا ما a رو اول می‌یابیم، بعد a رو یافتیم، بعد x رو یافته می‌توانیم. باز این شکلش آسان‌تر شد. اگر ما ضرب درون 2a کوادرات minus a بخشش برابر 15 است و این مدل کوادراتی 2a کوادرات minus a minus 15 برابر 0 شد. اکنون ما این رو با قوس‌ها جدا کرده می‌توانیم. همسایه ریمون کرده شده است. این چی می‌شود؟ 2a و a minus 5 و 3 minus 3 جمع 5 نوشتم. قوس‌ها رو بشویم با این ifade می‌شود. a برابر minus 5 تقسیم 2 یا اینکه a برابر 3 است. اکنون از این چی معلوم میشد؟ ریشه 2 x minus 3 برابر minus 5 تقسیم 2 یا اینکه x minus 3 برابر 3. نیا کنید یکم ifade شده نمیتونه، چون که وقتی ریشه ما مدل میگیریم مینوس شده نمیتواند، فقط دومش درست میشد. برای کار کردن هات را کوادراتش رو میگیریم. این میشود x minus 3 برابر 9 از اینجا x برابر 12 میشود. ریشه ما رو یافتیم. 36 به مثال پیشین مانند است. اکنون در اینجا لیکن ما دو تا ifade x minus 5 داریم و x داریم. این نمودی سوال چه کار کرده میشوند. بیاین آن نگویم یک بار اگر کار کنیم یا اون که روی آسانش باشد یا نه. در میدونیم آن نگفته چی میشود؟ یعنی من این ifade رو و هر دوی این ifade ضرب میکنم. 2 ریشه x minus 5 ضربی با ریشه x minus 5 جمع ریشه x ضربی ریشه x minus 5 برابر 14 است. از یکم ifade نیا کنیم هر دو اینها ریشه کوادرات رو اختصار میشن. 2 x minus 5 میشود جمع در ریشه x کوادرات minus 5 x نوشته میتونیم در این ریشه درونی ifade باشه ضرب کردم برابر 14. اکنون این به چی برابر میشه؟ نیا کنیم x کوادرات minus 5x برابر است با 14. دیگر ifade رو به طرف راست میرم. 2 minus 2 x minus 5 یعنی اگر من طرف راست رو ساده کنم 14 minus 2x جمع 10 این به چی برابر میشد؟ 24 minus 2x 24 minus 2x. اکنون ما چی دارم؟ مدل x کوادرات minus 5x برابر به 24 minus 2x. کمتر رقم رو کلام لیکن این در مدل کار میشه. هر طرف کوادراتش رو میگیریم. یکمش از ریشه خلاص میشد. x کوادرات minus 5x دومش باشد 24 کوادرات. این چی میشه؟ 576 مینوس 496 x جمع 4x کوادرات. این مدل کمتر مرکبتر شد. این همه x و ifade رو با یک طرف جمع کنیم میشود 3x کوادرات. همیشه به طرف راست گرفته شدم. مینوس 91x جمع 576. آیا من این رو ساده کرده میتونم یا نه؟ اگر همه ifade رو به 3 تقسیم کنم نمیشد. اکنون من مدل کوادرات رو باید کار کنم. بیاین با کالکولاتر کار کنم. برای با کالکولاتر کار کردم x1 64 تقسیم 3 برآمد و x2 به 9 برابر شد. ریشه مدل رو یابیم. یعنی 64 تقسیم 2 تا ریشه برآمد. یک بار تفتیش کنیم. یکمش نمیتواند 9 رو مونم 2 4 3 7 9 درست میباید. لیکن دویم ریشه چی؟ دویم ریشه رو برای چی انتخاب نکرده ایستادن؟ برای چی انتخاب نکرده ایستادن؟ 64 تقسیم 3 باید شود 64 minus 15. دو تا ریشه برآمد از من مدل اگر درست کار کرده باشه 96 x minus 91 x کوادرات minus 5x. و فکر کنم همه چی درست است. ریشه اکتشون 9 رو یافتم. دویم ریشه برای چی درست نامد نمیدونم. یا با تفتیش کنیم. اگر خطاگی باشد در کامنتاری نویسین در جا خطا شد.